اگر تریدری و رشد حساب بلد نیستی این پست رو از دست نده. درصد زیادی از تریدرایی که به سوددهی نرسیدن، حساباشون رو خراب کردن، استراتژی خوبی دارن، تکنیکالی خوبن، فاندامنتالی خوبن، کلا خوبن، ولی آخر ماه که میرسه حسابشون یا سر به سره یا حسابشون منفیه، یا اون سودی که داشتن مثلا 20%، 15%، 10% رو از دست دادن. مشکل این افراد اینه بازی پول رو بلد نیستن. ما تریدرها باید بازی پول رو بلد باشیم. بازی پول برای ما همون مدیریت سرمایه است به دو صورته: مدیریت سرمایه استاتیک و داینامیک. مدیریت سرمایه که ریسک ثابت داریم و مدیریت سرمایه که ریسک متغیر داریم. اگر مبتدی هستید، تازه کار هستید، زیر 3 سال داخل بازار هستید، پیشنهاد میکنم که ریسک ثابت رو داشته باشید. اما اگر تجربتون رفته بالاتر، به تخصص رسیدید، راحت تر دارید کار میکنید، میتونید از مدیریت سرمایه داینامیک استفاده کنید. اما یه نکته داره: شما باید تکنیک های مدیریت سرمایه رو بلد باشید. مدیریت سرمایه داینامیک که میایم ریسک های متغیر استفاده میکنیم تکنیکه، اما مدیریت سرمایه داینامیک که تکنیک های مختلفی داره برای حرفه‌ای است.